یک ساکن 30 ساله ناحیه اشت بعد 2 روز بازداشت در بینای پلیس فوتیده است. مقامات به نزدیکان دمیر عابدوف گفتند او خودکشی کرد، اما نزدیکان جوان به این فرضیه باور ندارند و میگویند به آنها اجازه ندادند جسد فرزندشان را کشاده بینند. همکارم مولا رجب یوسفی این خبر را پیگیری کرده و در استودیو همراه ماست. مولا رجب سلام، این جوان کی دستگیر شد و سبب فوتش چی بوده است؟ سلام مومن و درود بینندگان عزیز. مدینه سعیده و مادر دمیر عابدوف به رادیوی آزادی گفت که پسرش را 8 آگوست امسال با اتهام اوباشی بازداشت کرده 2 روز بعد یعنی 10 آگوست جسدش را به نزدیکان دادند. به گفته سعیده و کارمندان پلیس اشت با او گفتند که پسرش از کورپچه تفقیفگاه یا بازداشتگاه پلیس ریسمان ساخته با آن خودش را آویخته است. به این زن نواری هم نشان دادند که در آن پسرش سچاق گرفته برای شستشو می رود و گویا آنجا خودکشی کرده است، اما لحظه خودکشی در نوار نیست. مدینه سعیده و برای تحقیق مرگ فرزندش به دادستانی ولایت سوخت مراجعت کرده است. در مرگ دمیر عابدوف چند حالت شبهناک است که پیوندانش میخواهند روشن شوند. از جمله مدینه سعیده و میگوید مقامات به آنها اجازه ندادند جسد فرزندش را کشاده بینند و طلب کردند که میت را زودتر به خاک سپارند. شبهه دیگر این است که مادر جوان فوتیده میگوید برای کشادن قبر و تشخیص جسد به دادستانی مراجعت کرد، اما پلیس ناحیه از او به تکرار خواستند که از این کار دست کشد و مرده را عذاب ندهد. شبهه دیگر این است که دوام 2 روز بازداشت پیوندانش نتوانستند با دمیر عابدوف در اداره پلیس واخورند. مولا رجب، مقامات در این باره چی میگویند؟ نظرشون چی است؟ مومن، ما برای گرفتن شرح رسمی برای ریاست کارهای داخلی ولایت سوق و هم شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت مراجعت کردیم. در اداره پلیس ناحیه اشت مرگ این جوان را تصدیق کرده گفتند قضیه را دادستانی تحقیق دارد. در یک سندی که به دست رادیوی آزادی رسید آمده است که دادستانی ولایت سوق از دادستان اشت طلب کرده است که مرگ دمیر عابدوف را همه جانبه پره و خالصانه تحقیق کنند. آیا در گذشته همین گونه حالت در ناحیه اشت ثبت شده بود یا این تنهاست؟ بله، متاسفانه این بار اول نیست که ساکنان در ناحیه اشت بعد بازپرسی از سوی پلیس در شرایط شبهناک جان می‌دهند. ماه آگوست سال 2017 کامل خواجه نظرف، یک ساکن 31 ساله ناحیه اشت، بعد چند مراتب بازپرسی در اداره پلیس خودکشی کرده بود. خواجه نظرف در نوار پیش از خودکشیش نقل کرده بود که زمانی در بازداشت بودن شکنجه شد و ماموران میلیسا تنها بعد گرفتن مبلغ او را رها کردند. سال 2018 دادگاه حربی ولایت سوق 2 کارمند مقامات انتظامی منطقه را با جرم شکنجه کامل خواجه نظرف، یکی را به 12 و دیگری را به 13 سال زندان محکوم کرده بود. یکی از آنها کارمند پلیس و دومی مسئول شعبه امنیت ناحیه اشت بود. تشکر مولا رجب. حامیان حقوق بارها از شکنجه بازداشت شده ها در تاجیکستان نگرانی کردند. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان سال 2023 درباره شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه و زندان‌های کشور 16 شکایت گرفته.